اینا یخ از گردن من مکنیه به جام خوش میشه بابا ایدا اینا رشته رو خور بشه رو گیلا چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ ما هم رو خور بشه رو میگم ای چی وقت رو شوشتنه؟ ساعت 9 بجه صبح وقت میره میخیزی نماز خو میخوندی که خیر برکت به کار زندگی آدم بیایه خب من چیزم من خر میگیرم من هرچی میگم ببین دم خونه تک تک کنه میگن گیلک وقت نماز خونه من هیچ کسی بر نمیکنم من حیات نمیده که خره من حیات اصلا میده که خومه یکم میگیرم 4 دی بر خونه پرده زدم همین تاریک تو 10 تالان بریجه نکنه خونه ما تاریک خونه پیشون از منه دیگه دسته کن من میرم از خسرو خم پول 5000 میسونم که بره به تو یک گاده بسونه همون جگا بفروشی بفهمیدی خوبه من میرم من اینجا میشینم تو بیای خوبه راست میگه این برار منی اگه آدم نماز خونه صبح وقت از کلمه خور بگه آدم نماز خور کنه نماز خور بخونه 100 دفعه به روزی بگه خدایا شکر دارم که زنده ام جور و صحتمندم که خدای پاک از هر طریقی باشه روزی آدم میده زن برار من میگم که به بی بی هم بگیم که مو هر دو غلک یا 2 تا یا 3 تا غلکار بکرم پولار بده که من میرم با خوب گاد میفروشم انا باز اگه پیران و جراب و گلوبند ماستین بیاییم و از من بخریم پولا خود بیگونه نکنیم کنم نمیشونم خونو که یکی ده بلکه باشه بخونه خوب جلیل فهمیده سلام همسایه حالا شما سلام ستانیم خیلیت جنجال سب خوب خیلیت بفرمایید چای خوردم بفرمایید زنده باشین سلامت باشین جلیل احمد جان خود تو میفهمی که ما نمیرسه همین یک گاد لیلمی به این برار ما بخر که دقیقا دست به کار شه آها گاد لیلامی مشکل نه همسایه ما در خدمته همین گاتایی که جمپر و ایت کولا و ایت چیزا داره نمیفهمی به چند قیمته آله هست نگاه از 10,000 تا 40,000 شما چه قیمت مایی میگم گیله چند هزاری بستون ما که پول قلک چنده شد پولا قلک چنده شد 9600 خب 9600 خبر ندارم این گاتا چندیه همسایه جیگر از این 10,000 شروع کن تا 40,000 گاتا حالا شما چند پول داری میگم چنده شد پولا 9600 9600 من 5000 کفکسو خب بدم پولا کسی خوب بده بگیری خوبه 15,000 میشه میشه دا میشه سکو آخه پولا به کلاه میگذارن بابا بی بگو کیساتون میزنم کلاه باز من ندارم نه اینا پولا میفهمن اینا همه پولا دو قلق بوده لالا خب انی هم جلی آجا 15000 البته 400 کمه مشکل نه 400 دیگه اگه لازم شد من میگذارم حتی 1000 هم بشه میگذارم خوبه بیا که بریم خب میرفتی چای میخوردی سلامت باشین زنده باشین و شما بره لالا من خود از اینا میرم دیگه میری خیلی از با شما بریم با کار کسی به خبر هستیم ما خودی خود تو میفهمی که دیگه با منجی میبرم بله بله بریم بخیر بله خدا حافظ سلام خدا صبح شگیله با خراب کاری نکنی نه بفرم بله کدوی تو بره انا میرم از بابا پیاده بله داری پا بیا برادر کلیلم شما خلاص داری پا برادر بیا که داری پا پول نداری خبر نداری داری پا برادر داری پا برادر کلیلم شو داری پا خالا بیا بخر و داری پا برادر لیلم و پایری پا و داری پا و دوری پا گردانم و من باشه و دوری پا داری پا برادر نه مونده نباشی جور باشین چنده بفروختی چی ریپه سودا کردم همینا استونده دگم از اینا خیلی همون در لطفتا هست که چی بگم یعنی 15000 بس دست شما دو نفر همینا استونده با 4000 کمه دادم دست شما به 11000 میگه خریدم اینا 11000 همینا استونده نه از اینا خورده هستم تا لطفتا
هم بری اینا دونه یک روپیه در مستری ببوری و تو اصلا نمستره بجم سفید. این جاکت دو من اینا چیه که استونده؟ 11,000 اینا استونده. من نمیفهم آخه تو بزنی کن. من با شما نگفتم جمپر بستونه. تو خود گفتم من چون من پیش اومد فقط خندری قلقلک که اما چون چی گفتم با من گفت تو گیلک بروستر استاده شد گسه کن دونه یک روپیه میدن کسی نمیخره. چه من که دونه 10 روپیه میگی؟ حالا میرم دم سراغ 11,000 همین جلکن‌ها استاده. این چیه؟ دونه 2 روپیه اینا رو نمیخرم از صبح میگه من 40 روپیه کار کردم. من نه چی بفهم من با شما برم دم سراغ از ارتیار میکنم تا اون پول نکنه نمیاد. راست میگیره کی میخره همه گردن من باشه اینا مثل که سیل بیاره اور نمیخره اینا از من چی میفهم من داری پا یه بخل بالا در پا داری پا بالا در اگه نمیخری من با مرد که نمیخری فهمیده همسایه ما نباشه برای پول به دست سنزی بدادم که این برای بخره. آخه نگاه کنید برای به جلکنه برای بخریده. سلام همسایه. خوبه؟ بفرمایید. همین گاد لیلمی به چند خریدی تو؟ گاد لیلمی 11,000 همسایه جون. همونا 11,000 خریدی تو؟ بله 11,000. آخه برا خوب بگردم اونا جز جلکنه 4 تا کلا بود 4 تا جاکت بود. البته اینا از چی نبردی تو؟ یعنی چی همسایه می 11,000 هم خریدم. اونا بله. همه صرفیه بابا کن به مستریا بریم اونا کسی به 1 روپیه نمیخره. از صبح برام همونجا بوده 40 روپیه کاسب یعنی نشده. همسایه جو چی تحقیق نکش بعد همسایه های و قسمت شما بوده گادی دیگه گاد سربسته که خبر ندارم. البته تو برفتی از چی نوردی اینا رو؟ همسایه است بعد همسایه برو اونا پولا قلک بود به خدا. من سرخ قرض کردم. من گرینم کی دارم خودم میفهمی که مشنگ میفرو. تحقیق نکش همسایه جو نگاه کنیم. اما ما باور که 11,000 خریدم بعد او سربسته تقصیر من چیه؟ حالا قسمت شما نبوده خوب نیامده دیگه. همونا رو چند تو می؟ باور کن همون مردم جمع کردن همونا کل همونا به 3,000 نمیشه 2,000 نمیشه تو 11,000. همسایه جو گپ نزن کی میگه 3,000 نمیشه؟ همونا همه مردم دروغ میگن تو راست میگی. به طور اطمینان به تو دیدم من گفتم از خود منی همسایه منی. نکش همسایه جو استر با خبر هستی دلار به چند همسایه که دادی بیداد میکنی؟ نه والله اینا مثل که چی نبردی. دلار به چند دلار خریده میشه همسایه جیگر. اون جلکونا چیه که به دلار باشه؟ ما باور کن از صبح رفتم سر به ساعت براق و گیلک سعی میکنم یک روپیه میفروشه. حالا است تحقیق نکش همسایه. یم جواب خوبی بود. بیامدیم دن سرا ما رفتیم وقت خور به شما بگذاشتیم و شما خرید کردیم که یک لقمه نون برای شما درآمد کنه. خوبی بود. هرگز خودم میت خوبی نکنی. برو به تو اطمینان دیدم. گفتی همسایه منو. گفتم باشه اون گیلک نمیفهمه. تو فهمیدی من گرینم کی دارم. آدم‌ها غریبیم. گفتم خیره. یعنی تو آدم گفتم یعنی موضوع شما ما دوزیم. نه. یعنی نیاز همین دوزی هم بهتره. حرام بخوری از بیتر. ما از ما یخن کته. میبینی که همه آدم‌ها غریب یخن کنده. میفهم همسایه جیگر حالا کسی به شما چیزی گفته بود دیگه بعضی جدایه. ولی ما 11,000 روی پول دادم. 15,000 به تو بدادم. 4,000 دست گیلک دادی نه 11,000 دیگه میاری به زبان خوش بده برو. نکش همسایه جو جیگر من نگاه کو ارزش نداره. ما شما 20,000 میدم ولی مور 11,000 بخرید. برو به تو میگم حرام خور بشکنه که دست نمک نداره. برو به تو میگم بیا برو 11,000 نکش با خاطر همسایه داری میدم مگر نه همسایه داری یک نمیدادم. خیر بینی خوب همسایه داری برو خوبی هم بی شرایط اومده. زبان خوش برو 11,000 بیا خود برو باز من میارم آره. مثلا کی به این گفته از کجا خبر شد؟ 7,000 امروز کاسبی کردم هم هیچ شد. امروز بس روز هیچ. عجب بخوش کی شانس. باشه برو میلش کو پریج. گل باشه شور باشه گرم داغ گل باشه کله کلاغ گل باشه گرم داغ گل
بخر گرم داغ گل باش نه که گرم من باشه دیگه من یستون دل بند نکن بندازو مار بگه گداد نمیگذاره سگ گل باشین گرم داغ گل باشین گل باشین بخور و بخندی لب لبو غندی بخور و بخندی لب لبو گل باشین شر باشین همین مردم هم سخت شدم گردن هم من باشه نیه اگه یک پیاله با بچه ها خوب بدن گرم داغ گل باشین برادر دستلاف نکردم بیاین بخرین گل باشین علیسه یا برادر گل باشین بیا بچه بخر بیا ماما برو بگه شما مادر خود پولی بستو بیا بخر بودن خیلی میدونم یک کاسه میدونم 5 میپیه گرم داغ گل باشین گرم داغ گل باشین خیلی میدون برادر بیاین بخرین هر کی نخره گردن بند باشه که موشینگا بمونده برو ماما پولی هم در خوب بستو بیا بخر من خیلی میدون یک دیگه پوره میدون گرم داغه برو گرم داغ گل باشین شور باشین گل باشین گل باشین پول نداریم یا خبر ندارید برو ماما پولی هم پیار خوب بستو بیا بخر تسلاف نکردن خیر بینی بودو با حقا تو دعا میکنم بودو برو گل باشین گل باشین گردن همه بند باشه از ایرادبرگ بیاری پول اگه بخرم از ایرادبرگ میاری بیا آره من این کوچه میشونم پول بستو بیارک به خیلی میدونم من گل باشین گل باشین گل باشین گرم داغ گل باشین این کوچه همه بلوگ یخصدی هم اینا پول دارن چند نمری؟ هر کسی دی ببدی من مسخره میکنی خدا تو گوما مک کنم خیلی نمیخیری بسته کن تو گل باشین گل باشین گرم داغ گل باشین گل باشین گل باشین گل باشین گرم داغ کله کلاغ عرب زباغه اباغ بابا منه گل باشین کله کلاغ عرب زباغ از باغ بابا منه گرم داغ گل باشین کله کلاغ گل باشین برادر اگه کشکونم داره به کشکونم میدون گرم داغ گل باشین روی کنه چراغ شکسته ترمز شکسته به یخچال هم میدون اگه یخچال شکسته هم داریم بیایم برادر یخچال ها خود بیاریم موشینگ میدون برای شما گل باشین گل باشین گردن ما من شیطون میگه همار برای بشی بخورم بولار فقط غیرت درام کشی کی حال ما موشینگ میخوره به زمستون روز گل باشین گل باشین برو ماما پلا خور بستو بیا یکم ما تو بفرشون خب بده نخند میخندی ازی که بخری میخندی این محلی گدایه گل باشین گل باشین کله کلاغ گل باشین عرب زباغ گل باشین گرم داغ گل باشین گل باشین گل باشین کله کلاغ گل باشین گل باشین عرب زباغ گل باشین گل باشین گل باشین گل باشین کله کلاغ گل باشین برادر بیا بخر پول نداری یا خبر نداری بیا برادر گل باشین که خلاص شد ماه خلاص شه گردن به من دستوم دستلاف نکردم بیا که ماه خلاص شه
نه بچی دور باشین. چی داری؟ گلموشک. گلموشنگ داری ها؟ بله ها. چنده بدم؟ کاسه چندیه؟ کاسه 5 از این دک خود چند فایده میکنی؟ 35 روپیه 37 روپیه روزا جمع 40 روپیه. تو نام خدا ایت جوان ایت بچه خوبه زن ندارم من. زن نداری؟ نه. خب باید دک موشنگ تو می زنم بکنی پول نداریم ما. من اگه تو رو ببرم به سر یک کاره که آه. پولم به خوب بتونی جمع کنی زنم بتونی به خوب بگیری همین دک موشنگ یله میدی پول اونجا ریخته که جمع کنم. تا ما با تو پول میده نه بابا. ماما خداوند شما رو به دین دنیا خواه نکنه مامای من. ایشتن میرم گردنم بند باشه لنگا ما و برار مکنده بر جا میرم گردنم بند خود برار ما میرم که من زن بدم میگم پول نداریم 10 لک 5 لک 4 لک آخر 6 لک کمتر نمیدم ما پول نداریم موشینگ هم نمیصرفه اوضاع به کل کشمیشیه. برارم داری؟ بله ها. با همون شماره یار بده به من آره بگیریم. آره با شما زنگ میزنم. زنگ تابع کنی. همین نوشته لالا. خوبه لالایه. لا زنگ زنی. خیر بینیم ماما خداوند. آره. الو بله اسم شما چی؟ گیلک. بچه خالمی گیلک برار شما نه؟ بله یا برار منم. خب ما مصوم شما رو ببینم کجا؟ میر ما خدا خوب برم به سر کار بیاییم که خود شما حد گپ زنه خوبه چشم. خوب هنه میام من تا سر نمکی و تامی کوچه پس کوچه هایم دیگه تا بیام یک 10 دقیقه نیم ساعت طول میکشه. خوبه میایم. خدا حافظ. آنه گیلک جان خدا برار تان گپ زن خب خدا خیر پیش کنه. با چی دست گل باپ داده ای؟ نشناختم همی